سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. توی این ویدیو قراره بهتون یک دونه فیلتر شکن معرکه معرفی کنم که آی پی ثابت بهتون میده. در از کارش تحریم شکستنش باش میتونید توی صرافه مختلف که برای ایرانی تحریم هستش کار کنید و همچنین اکانت پیپل که انقدر گیرونه و ساختنش سخت‌تر هم باش بسازید. چند تا نکته خاص داره، حتما تا آخر ویدیو حتما همراه من باشین. این نکات رو بهتون میگم و یک وقت اگه وارتون کار نکردش حتما بیاین ویدیو رو دوباره نگاه کنید، چون مطمئنا یکی از اون نکتا رو جا انداختید. اولش یک ثبت نام کوچولو داره که بریم با هم دیگه اون انجامش بدیم. بعد از انجام اون یک نکته دیگه هستش که اون آخر ویدیو میگم و به شدت اونم مهمه. بریم. بچه‌ها این برنامه که درست الان خط کشیدم اسمش مای موبایل سکیور است، یعنی امنیت موبایل من. میتونید از داخل پلی استور یا هم گوگل پلی پیدا کنید. احتمالاً با بار اول سرچ براتون نمیاره، باید یه بار کلیر کش دیتاش کنید، یعنی اطلاعات اولیه‌شو پاک کنید، چون که انگار فیلترش کردن فقط مخصوص کشورهای جهان اولیه و برای ما ایرانی‌ها استفاده ازش غیر قانونی هستش. و الان میریم که یه بار وصل شیم بهش و شما تست سرعتشو ببینید. اول داخلش که میبینیم چند ثانیه طول میکشه و این صفحه میاد. این صفحه که ما به معنی وصل شدن فیلتر شکن است. شما برای اینکه انگار فیلتر شکن قطع نشه باید فقط ازش بیایم بیرون. و الان برنامه‌های مثل یوتیوب و سانیستا و اینستا اینا که واسش آب خوردنه به راحتی میاره بالا. برای مثلا الان نگاه کنید اینجا به سرعت پست‌ها رو میاره بالا. یک مثلا رفرش که میزنم به سرعت میاره و اینکه به راحتی پست‌ها رو پخش میکنه و صداهاش هم برای شما داخل ویدیو داره پخش میشه. و برنامه مثل یوتیوب اینا که دیگه اصلا هیچی آب خوردنه براش. همونطور که گفتم کار اصلی این برنامه تحریم شکستنه، پس اینها براش بچه بازیه. و اینکه بریم برای تست یوتیوب وارد یوتیوب میشیم و یک چند ثانیه صبر میکنیم. این رو تایملاین یکم دیرتر میاد، یعنی که دیرتر در حد همون چند ثانیه است، ولی به راحتی پست‌ها رو باز میکنه. الان براتون یک پست یا شورت ویدیو باز میکنم، اون که به راحتی داره پخش میشه. بعد سرعت میرم به شورت ویدیوهای بعدی و بدون هیچ لگی داره پخش میشه. خب زیادی پرحرفی کردیم در واقع. بریم واسه اینکه بهتون یاد بدم چطوری این وی پی ان رو ثبت نام کنیم و وارد شیم و چجوری استفاده کنین. بهتون میشه گفت که انگار فایل نصبش رو میتونید از داخل گوگل گفتم میشه گیر آورد و برای انگار باشه ثبت نام این وی پی ان همونجوری گفتم برای کشورهای جهان اولیه. اما برای ثبت نامش نیاز به یک وی پی ان دیگه داریم، اما فقط برای ثبت نامش، نه برای هر بار که میخوام استفاده کنیم. من هم اینجا از اسمارت وی پی ان استفاده میکنم. مهم نیست بچه‌ها سرعت این وی پی ان چقدره، فقط مهم اینه که وصل شه و به راحتی بریم داخلش. و من از اسمارت وی پی ان استفاده میکنم. شما اکثرا این وی پی ان رو میشناسید و حالا من به عنوان یک وی پی ان عادی در حدی که سریع وصل شه تو این ویدیو ازش استفاده میکنم. تو فراموش نکردم این نکته دیگه هم بهتون بگم که این وی پی ان فقط یک بدی داره که نه دکمه برای وصل شدن داره نه دکمه برای قطع شدن. تنها راه وصل شدنش اینه که وارد برنامه بشید و به طور خودکار وصل میشه و تنها راه قطع شدنش اینه که برنامه رو یک بار ببستید و به محض بستن خودکار قطع میشه. وارد برنامه‌اش میشیم. اول مجوزهای مورد نیاز رو بهش میدیم. اینجا رو دکمه بیگن میزنیم و اینجا رو دکمه نکست و تیک رو انگار سبز رنگش میکنیم و آی اکسپت یعنی من میپذیرم رو میزنیم. اینجا باید چند ثانیه صبر کنید، دو حالت بیشتر نداره. یا مثلا براتون اوکی میاره و یک دونه ضرب در میاره. اگه ضرب در آوردش مشکل از وی پی ان تونه، میتونید برید برنامه رو با کلیر کش دیتا کنید و یک وی پی ان دیگه امتحان کنید و با اون دوباره بیاید واسه مراحل ثبت نام. و اینجا خدا رو شکر حالا واسه من درسته، رو دکمه اوکی میزنیم. اینجا یک ایمیل میخواد. ایمیل میتونه حتی فیک باشه، هر چی خواستید بزنید، فقط یک دونه ادساین داشته باشه. حالا ادساین مثلا نمیدونم چی یک دات حرف الکی بذارید پشتش. همینجا که میبینید من ایمیل الکی وارد کردم. و اینجا داستون سنتون میخواد، بهتون توصیه میکنم من حتما بالای 18 سال بزنید که بهتون سرورهای قوی‌تری رو بده. و حالا ببینید چه تاثیری داره. توی آمریکا بعضیش تو برای کودکان محدوده. اینجا درآمدتون میخواد که حتما بعد روی گزینه اول یعنی کمتر از $15,000 در سال رو بزنید تا که براشون پولی نشه. اینجا یک دونه کد پستی میخواد که باید فقط 5 رقمی باشه، مهم نیست واقعا واقعی باشه، مثلا 1 2 3 4 5. و اینجا سایز خونه‌تون رو که روی 1 میزنید و اینجا نژادش از شما میخواد که رو واید میزنید و نکست رو انتخاب میکنید. اینجا یک دو گزینه براتون میاره که روی نو بزنید. اگه یس بزنید براتون دو گزینه دیگه میاد. رسیدیم به قول مرحله آخر. تو این مرحله دکمه زیرو میزنید و اینجا براتون یک چند ثانیه میچرخه. نسبت به سخت افزار گوشیتون، مثلا گوشیم قبلی که من داشتم رمش 2 بود و به شدت طول میکشید این مرحله تا بیاد بالا، ولی هیچ نگران نباشید، معمولا خیلی طول میکشه. نه خیلی، منظورم اینه که در حد 1 دقیقه، بعضی وقتا واسه من مثل الان سری میاره. و اینجا ازتون یک تایید میخواد که آقا به وی پی ان وصله و اینجا روی انیبل میزنید. انیبل رو که زدید روی مای موبایل سکیور کلیک میکنید و اینجا بهش مجوز اولیه رو میدید و سعی میکنید که 10 ثانیه توی گوشه شیائومی تموم شه و رد شه. توی گوشه سامسونگ اینجوری نیست که نیاز باشه 10 ثانیه صبر کنید و اینجا فقط یک مجوز ساده از شما میخوادش.
و بعد از اون میین اینجا دکمه دان رو میزنید و با این صفحه مواجه میشید. این صفحه به این معنیه که وصل شدید، ولی بعضی وقتا مثل اول ویدیو که بهتون نشون دادم 2 حالت برای وصل شدن داره. مثلا من الان برنامه رو بستم تو دوبارهتون اون حالت دیگه‌ش رو نشون بدم. اکثرا تو شیائومی اتفاق میفته. دوباره میام داخل صبر میکنم تا وصل شه و میبینید که صفحه‌ای که دفعه اول برای وصل شدن برای من آوردش رو نیاورده، الان یک صفحه دیگه آورده. ولی هیچ مشکلی نیست، نیاز نیست اون دکمه انیبل رو بزنید و شما فقط برید بیرون و از وی پی ان استفاده کنید. وصل شده الان، هیچ مشکلی نیست و الان با هم دیگه یک بار دیگه تستش میکنیم. و مهمترین نکته که بچه‌ها بهتون بگم این که این وی پی ان فقط برای بچهای همراه اوله و بچهای ایرانسل یا وای فای نمیتونن به هیچ وجه از این وی پی ان استفاده کنن. یعنی تا مرحله ثبت نام میرن، مرحله آخرم میاد براشون ولی هیچ وقت براشون کانکت نمیشه و این خب یک مشکل خیلی بزرگه. اونم علتش اینه که ایرانسل و مخابرات انگار سیگنالاشون رو وصل کردن به ماهواره‌های داخلی ولی همراه اول هم به ماهواره خارجی وصله. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما لطفاً برای حمایت از من لایک کنید و خیلی ممنون. خدا نگهدار.